پرزیدنت فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو با نخستین سفر رسمی به تاجیکستان آمد. شب 2 ماه سال 2023 در فرودگاه دوشنبه رهبر فوتبال جهانی را رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقبال گرفته. طوری از عکس‌های زیاد نشر شده در صفحه فدراسیون برمی‌آید طبق رسم مهمان‌نوازی تاجیکی به مهمان بلندپایه جامعه زربافت و توقی چستی تاجیکی پوشاندند. پرزیدنت فیفا در چارچوب سفرش روز 2 ماه در دوشنبه در کنگره 8 اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. در این انجمن مراسم انتخاب رهبریت برای دوره نوی 4 ساله صورت میگیرد. نامزد یگانه به مقام پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان رستم امامعلی می باشد. صبح 2 ماه در دوشنبه ملاقات رستم امامعلی با جانی اینفانتینو دایر شد. بنا به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ملاقات گرم و دوستانه رئیسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون بین المللی فوتبال دورنمای همکاری های من بعد رشد امروز و آینده فوتبال تاجیکستان را مفصل بررسی کردند. پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو به پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی برای استقبال صمیمی اظهار سپاس نموده به او در همه اقدام‌هایی که بر رشد فوتبال در تاجیکستان نگرانیده شدند کامیابی‌ها تمنا نمود. در دایره سفر رسمی پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز به حضور پذیرفت. قرار است به دنبال بازدید از تاجیکستان پرزیدنت فیفا از 2 کشور دیگر منطقه قزاقستان و قرقیزستان نیز دیدن کند.